ما چهارشنبه شبها تلاش میکنیم که خلق و خومون بوی گل محمدی بگیره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، چون بحثمون اخلاق هست و استاد عزیزم آیت الله تحریری نازنین و بزرگوار متخصص و بلد راهمون هستن در این مسیر و این نوبت هم استفاده میکنیم از فرمایشات ارزشمندشون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. خوشحالیم از زیارت. برکات و بنده همچنین محبت دارید. توفیقی است که در خدمت شما اختیار دارید و همه بینندگان عزیز هستیم که خدای متعال همه ما رو حق متخلقین واقعی و اخلاق الهی اهل بیت علیهم السلام با اخلاق این اولیا آشنا و متخلق انشاءالله بفرمایید. الهی آمین. انشاءالله به برکت دعاهای شما و راهنمودهای شما و مثل شما این اتفاق مبارک برای هممون بیفته. خیلی موضوع مهمی اخلاق، اونقدر که یکی از مهمترین اهداف بعثت پیامبر ما عنوان شده و به نظرم اگه هر آدمی اخلاقش توی زندگی درست بشه دیگه بقیه هم انگار که چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست، رو همه چی تأثیر میذاره، بخش‌های مختلف زندگی و میتونه دستگیر ما باشه. بنابراین به نظرم خیلی میطلبه که بیش از پیش دقت بکنیم به فرمایشات استاد عزیزم. ما تو نوبت‌های گذشته زیر مجموعه اخلاق مباحث رو انتخاب کردن. آخرین بحث‌هایی که داشتیم درباره مشورت کردن و نصیحت کردن و اینها، ببینیم بحث جدیدی که استاد انتخاب کردن چی هست در این برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اشاره کردید که اخلاق یکی از اهداف پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله است. در واقع اگر بخواهیم دقت بیشتر بکنیم، حقیقت بعثت بر اتمام اخلاقه که فرمود بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. من مبعوث شدم برای اینکه کرامت ها و مکرمه های اخلاقی را که در انبیاء گذشته علیهم السلام آمده بودند، آورده بودند و پیاده کرده بودند، این رو تمامش بکنن، به کمالش برسونن. که در واقع اخلاق اون حالت نفسانی انسانه در برخوردهای گوناگونی که انسان در زندگی با جنبه‌های مختلفی باهاش مواجه میشه. در مرحله اول اون جنبه‌های فکری و باورهای درونی که دیدگاه ما نسبت به جهان چگونه است، دیدگاه ما نسبت به خودمون، دیدگاه ما نسبت به ارتباط خودمون با عالم غیب چگونه است، آیا دنبال پذیرش حق هستیم یا نه. این پذیرش حق خودش اخلاق بسیار خوبی است که اگر برای انسان ظهور پیدا بکنه و انسان رو به نجات میرسانه، که دنبال درک حق اون چایی که هست باشیم و در برابر آن خضوع کنیم. این یک به هر حال مرحله و سطح از اخلاق که این به نوعی حاکم میشه بر همه شون دیگر اخلاق که حالا اخلاق رو به صفات تعبیر میکنند. در اعمال و رفتار هم ظهور و بروز داره. یه اشاره‌ای خواستم خیلی خوب در این جهت داشته باشیم که از دیدگاه به هر حال قرآن و سنت ما ملاحظه میکنیم که این مسئله متصف شدن به صفات حمیده این حاکم بر تلاوت و تعلیم پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله است. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، که خود تلاوت هم با تزکیه
همراه است. خود تعلیم هم با تزکیه همراه است که تزکیه در واقع همون اخلاق حمیده است که انسان در عرصه های مختلف مطلوبه که داشته باشه و شخصیت واقعی انسان به این صورت ظهور پیدا میکنه. و حالا ما بعضی از مباحث اخلاقی در روابط اجتماعی رو مطرح میکردیم که ما ملاحظه میکنیم در تعالیممون به این نکته زیاد سفارش کردن که گاهی اگر انسان در بعضی از جوانب روابط اجتماعی اخلاقش خوب باشه، بهش ملتزم باشه، چه بسا این سرایت میکنه که در بعد دیگرش هم انسان راه سعادت رو پیدا بکنه. این تاثیرگذاری اخلاق خوب در ابعاد گوناگون فعالیت‌های انسان و ارتباطات انسان. درست. چند نفر رو در مقابله با اسلام دستگیر کردن که اینا به هر حال مخالفت و دشمنیشون رو به هر حال نشون دادن، ظهور دادن و با مسلمان‌ها، با پیامبر اکرم، با مسائل دینی خب اینا دستگیر شدن و بنا شد که به مجازات برسن و دوستاتشون به مجازات رسیدن، یکیشون باقی موند. این مثال برای اینکه اخلاق خوب در بعدی از ابعاد زندگی این تأثیر در جنبه دیگر انسان، سعادت انسان میگذارد. آخری که آمدن هر حال مجازاتش بکنن، مثلا گردنش رو بزنن، دست نگه داشته شد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تحمل کردن و طرف سوال کرد چرا شما خلاصه منو مثل دوستانم به مجازات نرسوندی؟ گفت الان ایشون فرمودن که جبرئیل نازل شد و فرمود دست نگهدار. این دو سه تا صفت خوب داره، بخاطر صفت خوبش ما مجازاتش رو تخفیف میدیم. خب کسی نمیدونست که این مهمان دوست، مهمان پذیر، این چنین حالت ها رو داره. این تعجب کرد که عجب خدای شما اینقدر به این صفات اهمیت میده، منی که کافر هستم و مقابله کردم با دین خدا تا این حد داره عنایت میکنه، همونجا مسلمان میشه. امثال این مسائل به هر حال ما ملاحظه میکنیم. بله، خیلی بهش عنایت شده. لذا یکی از اون مسائلی که دین بهش توجه کرده این است که میخوان انسان اون شخصیت واقعیش خود به خود شکوفا بشه، اونطور که خدا در او قرار داده. امکاناتی که خدا بهش داده، این امکانات در هر زمانی که میخواد به فعلیت برسه، این به هر حال کاری بکنه که به فعلیت برسه. منتهای زمینه هایی هست برای به فعلیت رساندن این قوای ما. مسئله که میخوایم مطرح بکنیم در این رابطه است. مسئله تکدیگری در جامعه اسلامی، این چقدر بهش توجه شده؟ آیا با نکوهش باش برخورد شده یا نه؟ و اگر به هر حال کسی ناچار شد در زندگی اقتصادی به مشکل برخورد کرد، اینجا چگونه باهاش برخورد بکنیم؟ چه وظایفی در برابر او ما داریم، جامعه داره، اشخاص در برابر اونها دارن. یعنی یه فرد نیازمند، جامعه چه تکلیفی در برابر اون داره. این مسئله در رابطه با حق سائل مطرح میشه. در فرمایش امام سجاد علیه السلام ما به این صورت مسئله رو مطرح کردیم که مقداری وسیع بشه، و اون این که انسان در ابعاد مختلف یک زمینه هایی برای رشدش هست. وقتی که این زمینه های رشد
محقق شد، آیا دیگه همیشه به اون زمینه‌ها تکیه بکنه یا مطلوب است که رو پای خودش بایسته؟ این یه مسئله است. در بعضی از امور فرمودن تقاضا کردن مطلوبه. در بحث علم آموزی اونجا فرمودن تقاضا کردن مطلوبه، نه اینکه نکوهش نشده، بلکه مطلوب است که انسان بره سراغ علم، حتی تواضع بکنه و به هر حال نسبت به معلم وظایفی بودو که ما در برنامه‌های گذشته عرض کردیم. غرض اینه. خب حالا در همین زمینه هم آیا همیشه انسان تقاضامند باشه یا اینکه نه، وقتی به یه حدی از رشد علمی رسید مطلوبه که بره خودش اون استعدادهای درونی علمی خودش رو شکوفا کنه؟ اینجا فرمودن که باید تا یه حدی تقاضا مطلوبه، بعدش دیگه باید بره خودش اینها رو به کار ببنده. ائمه علیهم السلام به ما فرمودن علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریح. خب عده خاصی با ائمه علیهم السلام مرتبط بودن به خاطر شرایط سیاسی و اینها. همون عده هم بعضیشون خوب فرا گرفتن و اینها میرسونن به دیگران. آیا اینها همیشه دیگه ملازم ائمه علیهم السلام بودن؟ دیگه از ائمه جدا نمی شدن؟ فکرشون رو به کار نمی بستن؟ اون مسائلی که تعلیم می گرفتند خودشون استخراج نمی کردن جزئیاتشو؟ میفهمن نه، باید برید سراغ استخراج. این فرمایش به خاطر اینه که ما همیشه در شکوفا شدن استعدادات علمیمون، توان جسمیمون، اینها به یک قدرتی تکیه نکنیم. ما تا یه سنینی در بستر خانواده حرکت میکنیم، الان به ما رسیدگی میکنن، اما حالا دیگه همیشه مطلوبه که ما فرزند تکیه به پدر و مادر بکنه؟ نه، اونجا گفتن دیگه باید بره مستقل بشه، خودش رو به هر حال به کار ببنده، اون استعدادات کاریش رو پیدا بکنه، اون رو شکوفا بکنه، مقدماتش رو فرا بگیره، مهارت افزایی بکنه، معلوماتش رو به دست بیاره. غرض اینه که این مسئله تکدیگری در جامعه انسانی، مخصوصا جامعه اسلامی، با این دیدگاه مطلوب نیست به طور کلی. خب ما تا اینجا اگه ممکنه نگه داریم، من یکی دو تا سوالم برام پیش اومده، بریم یه فاصله دوستان بگیریم برگردیم، من از شما اگه اجازه دادین بپرسم. خوبه؟ زنده باشید. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب خدا رو شکر که چشممون روشن شد به آیات نورانی قرآن کریم، به حال دلمون بهتر شد در معیت آیات مبارک قرآن کریم. ممنونم که همچنان بیننده برنامه خودتون هستید. من دلم میخواد بپرسم که در واقع حالا ضمنی که توضیحی رو راجع به آیه‌ای که پخش شد آقای طاهری عزیز خواهند فرمود، چون قبلا عرض کردم که تو سوال برام پیش اومد، تا اینجا ما متوجه شدیم که تکدیگری خیلی مورد توجه و در واقع تایید اسلام نیست. فرمودید، اشاره هم کردید که انواعی داره ظاهرا، بالاخره در حوزه مسائل مالی هست، مسائل علمی هست و مسائل مختلف. من میخواستم ببینم مثلا تو مسائل علمی وقتی که ما یه استادی داریم، من هنوز خودم به مرحله استادی نرسیدم، 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال 50 سال 80 سال هرچی، وقتی میبینم هنوز باید سائل باشم، هنوز مسئلت کنم مسائل علمی رو، به اون بلوغ نرسیدم که در واقع خودم اجتهاد بکنم و اینا، آیا اینجا باید چیکار کرد؟ واقعا تکلیف چیه؟ یعنی باز نه چون بگیم که نباید این کار انجام داد من مطالبه نکنم از یک استادی مسائل علمی رو، یا خیر؟ دو اینکه به لحاظ مالی هم همینطور ممکنه واقعا من دارم تلاش خودم میکنم ولی به هر دلیلی یه قفلی هست تو زندگی یا هر چی باز نمیشه. من تا یه جایی مسئلت کردم به لحاظ مالی، اما باز هنوز زندگیم واقعا دچار مشکله. آیا باز اظهار نیاز بکنم نکنم؟ که فرمودید ظاهرا اسلام
نظرش این است که نباید ادامه داد. حالا باز توضیح دقیق ترش در مباحث علمی خب ما حتما باید تا یه مدتی، آیه شریف هم همین رو بیان میکنه، اگر نمیدانید باید از اهل ذکر شما سوال بکنید. و به هر حال این طبیعیه، ما اساسا در روابط اجتماعیمون این سوال کردن از یکی دیگر طبیعیه. بله. اون تا چه حدی انسان این سوال رو داشته باشه. تا یه مرحله از جهت مباحث علمی انسان رسید تو هر رشته‌ای، خب همون رو یه مقداری روش وارسی بکنه، تفحص بکنه. یعنی خودش اون ذهن و فکر و تعقل خودش رو هم درگیر کنه. لذا بحث فهم، بحث تعقل، بحث تفقهی که در شیعه مطرحه، تفقه، تدبر یعنی پشت سر هم یک مطلب رو جستجو کردن. این خیلی خلاصه مطلوبه. لذا در یه روایت است که فرمودن اعلی مردم اون کسی است که از علوم دیگران هم استفاده بکنه. این استفاده یه وقت است که فقط میره بشنوه یا ببینه فکرشو به کار ببنده، تحقیق بکنه. این بحث تحقیق خیلی مهمه. که این منتها حالا مراتب داره دیگه، سطوح علمی مراتب داره. ائمه علیهم السلام گاهی این شاگردان اولیه رو میفرستادن سراغ شاگردان دوم رو شاگردان اولیه. به این شاگردان اولیه میفرمودن که به تعبیری ما افتخار میکنیم شما بشینی فتوا بدی. و فرمودن 3-4 نفر نبودن، امام صادق فرمود تعالیم پدرم از بین میرفت که زراره، محمد ابن مسلم و امثال اینها. و در بعضی از مباحث ائمه علیهم السلام شاگردانشون رو تو عرصه مینداختن. من درست متوجه این توصیه اولیه اسلام به تقلید صرف نیست. توصیه به اینه که شما تا یه جایی بیا بعد دیگه خودت عقلتو به کار بنداز. آره. تعقل اساس، منتها یه مقدماتی داره. تعلم مقدمشه. بله بله. این ماده خام رو بشنوم یا ببینم از هر علمی، بعد برم بررسی بکنم اون به هر حال چه استدلالی در بر داره که اون حقیقت جوییم ارضا بشه. بنابراین این آیات این رو دارن بیان میکنن. البته ما همیشه نسبت به ائمه علیهم السلام سائلیم، اون قطعیه. اما در روابط بین یکدیگر چطور؟ در مسئله علم آموزی، در مسائل دیگه هم همچنینه. بعضیا همین که یه مقداری میبینن که عرصه زندگی برشون تنگ شد، زودی میرن آبرو خرج میکنن. فرمودن نه، اینطور نباشه. یه مقداری تأمل بکنیم، یه مقداری بررسی بکنیم امکاناتمون رو. میتونیم از امکاناتمون حتی الامکان استفاده کنیم. این که عرض کردم این تکدیگری به نوعی مذمومه، به طور کلی نه ها، اما نوعاً بهش عنایت نمی‌کنن به خاطر اینه که ما اون امکاناتمون رو مخفی نکنیم، ازش استفاده بکنیم. طرف عیالش میگه که برو از پیغمبر چیزی بگیر، میاد مسجد میبینه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بالای منبر است و میگه که اگه کسی از ما سوال بکنه بهش میدیم، اما اگر سوال نکنه بهتره. بعد این میگه که حضرت به من ندید، برمیگرده منزل مطلب رو به عیالش میگه بابا پیغمبر مثل ما هاست دیگه، صحبت‌های کلی میکنه و همه میکنه، نظرش به شما نیست. برمیگرده 2 مرتبه این پیغمبر صلی الله علیه و سلم این مطلب رو فرمودند و دو بار دیگه هم یا یه بار دیگه هم برمیگرده و خلاصه میفهمه که نه، این بعد بره سراغ، از همون راه میره، یه بچی قرض میگیره، یه به هر حال تیشه میگیره، میره بیابون خالکنی میکنه، به جایی که
اول بدهکاریشو میده، بعد 2 تا شتر هم میخره، بعد زندگیش به حال به اندازه خودشون میچرخه، با هم میبست، بعد میاد مسجد. به قضیه رو به حضرت میگه، حضرت میگن که همون مطلب رو اگه کسی از ما سوال کنه ردش نمی کنیم و هم از سائله فلا تنهر. منتها در مرحله اول به این صورته که به هر حال باید این ظرفیت های انسان در یک موقعیتی شکوفا بشه، انسان خودش در شکوفا کردنش حرکت بکنه. وقت اگر تو گرفتاری هم قرار گرفت، زودی آبروشو مجانی خرج نکنه، در مقابل خرج بکنه. این چی؟ مسئله قرض رو اینجا مطرح کردن، احکام قرض رو مطرح کردن. خب اینجا دیگه مطلوب میشه قرض گرفتن. حتی در مسئله قرض گرفتن هم گفتن تا به حالتی به استخون نرسیده انسان این کار رو نکنه، بره سعی کنه که اون حالت استقلال و اون شأن ایمانی خودش رو حفظ کنه. وقتی که دیگه کار به استخوان رسید، خب بیاد این مسئله رو تو سیره ائمه علیهم السلام گاهن داریم. ما تو سیره ائمه نداریم که بعد به هر حال از کسی مجانی چیزی خواسته باشه. من فکر می‌کنم که یکی از دلایل این توصیه دین حفظ شأن و عزت و استقلال و اینای اون فرد مؤمنه. فرد مؤمن. به شکل جمعیش بخوایم حساب بکنیم، الان توی دنیا خیلی از کشورها هستن کلا 0 تا 100 چشمشون به دست کشورهای ابرقدرت و پیشرفته دنیاست. شد مسائل علمی و صنعتی و نمیدونم تو حوزه‌های مختلف از خودشون چیزی ندارن. خب این میشه که اون کشور پیشرفته روی این، چون العلم هم سلطان دیگه، شروع میکنه مسلط شدن و او رو تمام سرمایه‌هاش رو به تاراج بردن و هر کاری دلش میخواد میکنه. این توصیه به شکل جمعیش که نگاه میکنیم این چقدر مهم میشه. اینه که مثلا توی مملکتی مثل مملکت ما که الان هی دارن زور میزنن، تحریم میکنن، تحریم، اما چون ما به این توصیه دین تا حدودی عمل کردیم میتونیم رو پای خودمون بیستیم، عزتمون، استقلال خودمون حفظ کنیم. درسته؟ بله. استقلال اقتصادی، استقلال سیاسی، بله. استقلال فکری. چون اونا میخوان ما اونطور فکر کنیم که اونا خواستن. بله. قبل از انقلاب اینطور بود دیگه. دانشمندان ما اصلا حق اختراع نداشتن، حق نظریه پردازی نداشتن، چون تحت سلطه بودن. اون حالت گدامنشی رو خودشون چون گدا بودن، خودشون رو به هر حال نوکر بودن. بله. میخواستن ما رو نوکر بکنن که کره بودن. اما اسلام این رو به هر حال نمیپذیره. تو هیچ عرصه‌ای مخصوصا به هر حال اهل بیت علیهم السلام دوستانشون رو اینطور به هر حال پرورش میدن که اگر هم یک وقت ناچار شدن یه حالت قناعت رو داشته باشن. بله. این رو در برنامه بعد ادامه انشاءالله. خیلی ممنونم استاد عزیزم، خیلی استفاده کردیم. انشاءالله این بحث رو به شرط حیات توفیق معذرتون هستیم استفاده می‌کنیم در برنامه‌های آتی. اوامری ندارین؟ موفق باشید. زنده باشید، محبت دارید.